بار دیگر السلام علیکم هموطنان عزیز. ببخشید که چنین شد، چون گفتم اونجا نشنیدید. البته تعجیلی سری کار دعوت کردن، برای من بعضی مشکلات های تکنیکی شده تا خونه نرسیدم. برای من بعضی مشکلات ها شد، گمان دارم که حاضر میشنوید. خوب، اگر صدا می اومده باشه شنوید، بیاید درباره همین کرونا ویروس صحبت کنیم. خوب، هم میدونید که امروز کرونا ویروس تمام دنیا رو به لرزه آورده است و حتی ابرقدرت‌های جهان هم دیگه نمیدونن چیکار کنند، چرا که واقعا هم این یک عفونت یا که اینفکسیون جدی است. باور کنید سبب اساسی چنین پهن شدنش در دیگر دولت ها از جمله در روسیه و در مسکو که ما استقامت داریم و زندگی میکنیم اون است که از اول به جدی نگرفتند این کرونا ویروس رو. خود چین یا خیتایی که به جدی گرفت، اونها توانستند که با آسانی نسبتا به آسانی رهایی یابند، ولی از اول که جدی نگرفتند دیگر دولت ها. ببینید که حاضر چی میشه. در مسکو تا این 2 روز اخیر علاکه 1200 نفری زیاد گرفتار من کووید 19 یا کرونا ویروس شدند. شکر خدا که در تاجیکستان از روزهای اول حکومت چاره‌های تعجیلی دیده است، مرزها رو بستند و هر کسی که از بیرون وارد میشد کرانتین کردند و اونها را 14 روزه کرانتین کردند. شکر خدا که وارد نشده است این کرونا ویروس و باید که هر یک بخصوص دکتران و فیلچرها و همشیرهای طبی و عموما کارگرای مقامات دولتی و کارگرای ساختارهای قدرتی و امنیتی همه باید در اینجا کمر ببندند و کاری کنند که کرونا ویروس وارد نشود، وگرنه بعد مشکلات زیاد ایجاد می شود. خب بیاید آغاز کنیم که خود همین کرونا ویروس چیست. این کرونا ویروس یک ویروسی نو یا که یک بیماری یا مریضی نوی نیست. من پیشتر ویدیو گذاشتم، هر کسی که دیده باشد همونجا گفتیم که سال 1965 بار اول کرونا ویروس تشخیص شده بود، ولی تا سال 2002 فقط بعضی جانورها رو گرفتاری میکرد و سرایت میکرد، ولی با آدمان نمیگذشت. سال 2002 بار اول بود با آدمان سرایت کرد. بار اول سرایت کرد و با خیالم که 34 دولت دنیا از 37 کشور دنیا از اون ضرر دیدند. زیاده از 770 نفر به هلاکت رسیده بودند. بعداً خوب راهی پیشگیریش رو پیدا کردن و دیگر پهن نشد تا سال 2012. 10 سال پس از آن، سال 2012 در شرق نزدیک از اشتران اساساً به آدم ها گذشت. یک 80% زیادتر اهالی عربستان سعودی گرفتاری و این ویروس شده بودند. او را مرس کو نام بودند و این ویروسش علاکه در کشورهای زیاد پهن شده بود و 2,500 زیاد آدم را گرفتار کرده بود که از آنها قریب 900 نفرش به هلاکت رسیده بودند، انیقترش 866 نفرش. بعد تا این معلومات تا 31 ینوری 2020 بودند، یعنی تا همین نزدیکی. بعد از ماه دکبر امسال در خیلی که میدونید در شهر ووهان چین این کرونا ویروس نو یعنی کووید 19 نام گذاشته شد. این پیدا شد که علاکه گفتیم که زیاده از میلیون ها رو ضرر رسانده، سرایت کرده است و ده ها هزارها جان به سلامت برده نتوانستند. خوب، این همه معلومات های عمومی بودند. باید ما بگویم که اگرچه بازم تکرار میکنم، اگرچه شکر خدا که در تاجیکستان حالا کرونا ویروس نیست و اگر آوازهای شده باشند که کسی از پنیومونیا یعنی التهاب شش گذشته باشد، خوب من که در اونجا نیستم ولی باوری دارم همچون دکتر گفتنی هستم که این التهاب معده نه تنها از ویروس ها می شود یا نه تنها از کرونا ویروس، از دیگر ویروس ها هم چنین بیماری ها شدن ممکن است. و باید قید کرد که ما همین 19
یا که 19 بود یا که ماه دکبر سال 2019 ما 2 نفر دکتر و یک اپیدمیولوگ و 2 همشیره اولین همون هواپیمایی که از چین آمد اونها رو تشخیص کرده بودیم. از روزهای اول دنبال همین کارها هستیم. برای من با باوری کامل گفتم میتونم که باید که به معلومات های رسمی باوری کنید. امروز که نباشد خوب، نباشد بسیار خوب، ولی این نمیتواند بهانه نبودن کرونا ویروس در تاجیکستان نمیتواند بهانه آن شود که ما یک بی‌اعتنایی کنیم. یعنی باید این موضوع رو جدی بگیریم و راههای پیشروی اون رو حاضر باید که دانیم. پیش از راههای پیشگیری پهنشوی کووید 19 را دانستن باید ما اول از همون راههای پهنشویش رو و گروه‌های آسیب پذیر رو دانیم. گروه‌های آسیب پذیر کدام هستند؟ اول کودکان، همون کودکان که خب اول اینکه کودکان خود را احتیاط نمیکنند، درباره کرانتین این چیزها نمیدونند، برای همون اونها در مد اول میستند. اونها رو باید احتیاط کرد. اونها رو باید اگر که پیدا شود، چون خدا که بازم میگم در تاجیکستان که نباشد شرط نیست که حاضر اونها رو همه را کرانتین کنند، ولی در مثال تاجیکانی که بیرون از تاجیکستان هستند در روسیه، بهتر است که کودکان رو نمونید به کوچه برآمدن، بهتر است که اونها همون کرانتین رو رعایت کنند. بعد گروه دوم این نفران از 65 بالا، چون خب اونها مسئولیتشون ضعیف است، برای همون بیشتر گرفتار همین کرونا ویروس میشوند و افسوس که بسیار فوتیدگان هم از همین گروه هستند. یعنی همون نفرانی که از سن 65 سینشون بالاتر است. و گروه دیگری آسیب پذیر آنهایی هستند که بیماری های مزمن یا کرونیکی و یا مسئولیت یعنی ایمونیتت ضعیف دارند. همین سه گروه اساسی هستند که بسیار با کرونا ویروس گرفتار میشن. خب اگر که این گروه ها باشند باید که همین ها بیشتر از همه دانند که راه های پهنشوی همین کووید 19 کدام است تا خود را احتیاط کنند. اول عطسه بیمار، سلفه بیمار. عطسه و سلفه اگر بیماران یا که هر کسی که در بدنش همون کرونا ویروس باشد و نزدیک 1 متر نزدیک به او باشد اگر حتما گرفتار میشه. خب اون سازمان بهداشت تندرستی عمومی جهانی این فاصله رو از 1.5 متر گفته است تا 1.5 متر تا 1.5 متر. برای همون بهتر است که 1 نگوییم و 1.5 متر گوییم. یعنی از طریق همون هوا و قطره های از دهان گرفتاران کووید 19 هنگام عطسه و سلفه پهن می شود. هنگام دست فشردن با آغوش کشیدن یکدیگر اگر کسی کرونا ویروس داشته باشد پهن می شود. همچنین توسط موادهای یا تجهیزات از جمله همین تجهیزات های سمارت فون و نوتبوک که دیگر هر چیزی که یک نرمی یا که نرمی دست دارد هم میتونند که سبب گذشتن همین کرونا ویروس شوند. این راههای پهنشوی است. خب نشانه‌های اولینش چیست؟ دانسته باشید که کرونا ویروس بدبختیش هم در همین است و فرقش هم از دیگر ویروس ها همین است که از 1 تا 14 روز میتونه در بدن انسان باشد و هیچ علامتی نداشته باشد. هیچ علامتی نداشته باشد و یک رو میزند و وقتی که تشخیص میکنند قریب که نصف ششای آدمون الکی نیست. ولی هرچی هم نباشد علامت های اولینش این سلفه، تب یعنی تسبیح بلند، تنگ نفسی یا دیق نفس یا که دیگر نفس کشی مشکل می شود و وقتی که می بینید که چقدر نفس کشیدن نمی شود و روی یکی نفس می کشید و در 1 دقیقه نه 18 20 بلکه 25 30 بار نفس می کشید، این الکی علامت اون است که حتما باید به دکتران مراجعت کنید. البته هیچ از این علامت ها نشانه اون نیست که شما گرفتار کرونا ویروس هستید. این نشانه ها میتونند که در 10 ها بیماری دیگر باشند و فقط دکتران میتونند که تشخیص درست کنند. یعنی که با پیدا شدن یک یا یک چند از این نشانه ها
بهتر است که به دکتران مراجعت کنید، چون اونها میگویند که آیا این کرونا ویروس است یا که یکون درد دیگه، خدا نگه دارد که یکون درد نباشد. خوب، اگر که راه‌های پیشگیری گروه‌های آسیب پذیر را که دانستیم، باید دانیم که یعنی چی باید کرد که ضرر نبینید. اول در جای یکم این کرانتین، یعنی کرانتین از همه چیز خوب است که به بدن وارد نشود همین کووید 19. دوم، نقاب طبی استفاده کردن. سوم، شستشوی دست و روی و دهان و بینی را رعایت کردن. بعداً همون فاصله بین یکدیگر را که از 1 تا 5 متر یا از 1 تا 4 متر بعضی میگویند، ولی سازمان بهداشت تندرستی عمومی جهانی گفته است که از 1.5 تا 5 متر باید رعایت شوند. و تجهیزات های استفاده شده، یعنی هم مواد استفاده، اون سمارت فون و همین چیزایی که در کوچه یا که در یک جای سیر آدم استفاده میکند، اونها رو با همون مواد های ضد عفونتی باید که تازه کرد. بعداً باور نکردن، و از همه مهمش همین است که باور نکنید به آوازه های دروغ و که گویا که مثلا چسناک یا که این بیر یا چیزهای دیگر گویا که معالجه میکنند و آدمان پول زیاد و مبلغ زیاد رو برای اونا صرف میکنند و گویا که در اینجا پیدا شده است، گویا که خودی همین کرونا ویروس یک چیزی بافته و دروغ است. نه، این هست و باید که شما بیشتر به گفته های متخصصان باور کنید، دکترها، یا نه به آوازه ها و دروغ های اینترنتی و غیر اینترنتی. خوب، بیاد آغاز میکنیم از کرانتین. کرانتین ضرور است یا نه؟ بله، کرانتین حتمی است. کرانتین از کلمه همه میدونید که کرانتین از همون کلمه ایتالیایی کوارانتا جورنی، یعنی 40 شب و روز گرفتهش دست، که همون چیله نشینی تاجیک است. ما میدونیم که در فرهنگ تاجیکان چیله نشینی از روز تولد آغاز میشد. کودک تولد شد چیله میشیند، نوروسان چیله میشینند و در غیر از این خرسندی ها در بعضی حالت های فوق العاده هم چیله نشینی مصلحت داده شده است. یعنی در فرهنگ ما چیله نشینی بیگانه نیست و این آفت که آمده است یک زمانی است که همون چیله نشینی رو رعایت کنید. دوم، نقاب طبی. میگویند که نقاب طبی هیچ فایده ندارد. درست است، نقاب طبی فایده ندارد اگر او را در کوچه پوشید. در کوچه وقتی که شما میپوشید، از گرد چنگ کوچه بعد چند دقیقه اون نقاب کرنوشویم میشد. ولی اگر شما وارد یگان مغازه، یگان جایای سیر آدم میشوید، حتما که باید نقاب طبی را برو کشید. یعنی که ولی او را باید درست استفاده برد. چه خیل پیش از گرفتن نقاب طبی دستها رو باید با صابون و آب گرم شست. اگر نقاب طبی از روی استانداردهای طبی باشد، طرف رو همونش که طرف رو میکشید اون باید سفید رنگ باشد و از بالایش یک سیمچه دورت کن رو به بینی باید که فشورت پخش کنید. باید که دریده و سوراخ نباشد، گفتیم که باید که نو باشد. بعدا همون نقاب یا ماسک طبی اون باید که در بیماران نه بیشتر از 2 ساعت باید استفاده شد، باید که عوض شود. ولی اگر آدم که سالم باشد، تا از نم دهان یا که نم بینی آلوده شدن یا که نمناک شدن همون نقاب طبی میتواند از اون استفاده برید. بعدا میگیریم طرز درست شستن دست. طرز درست شستن دست ها این همون طهارت کردن است. وقتی که شما طهارت میکنید، نه کمتر از 20 ثانیه باید دست ها رو شویید. یعنی هم دست ها رو ماسک کشید از بیرون و از درون با صابون، البته با آب گرم، و انگشت های کلان و بین انگشت ها هم باید تازه شوید. این همه میدونید، عذر که من این چیزا را یک چیزای عادی را میگم، ولی این چیزها حاضر بسیار ضرور هستند. بعد از آن رعایت فاصله بین یکدیگر باید که 1.5 متر زیاد باشد. خوب، این هم به همین کرونا ویروس هم معلوم بود که مثال چند سانتی متر است، 45 سانتی متر این یک فاصله شخصی انسان است. بعد تا 1.5 متر
این هم شخصی دیم درجه و بعد جمعیتی و اینوای بسیار است، ولی این فاصله خیلی ضرور است فاصله را رعایت کردن، چرا که وقتی که سلفه میکند بیمار یا عطسه میزند همون ویروس های کرونا ویروس تا 8 متر پهن میشوند، تا 8 متر پهن میشوند و ولی تا همون 1.5 متر اونها خیلی فعال هستند، بعدتر ضعیف میشن، میتونن که اونا سرایت نکنن، ولی هرچی نباشد هرچی دورتر، ولی از 1.5 متر حداقل 1 متر نزدیک شدن خیلی خوفی زیاد دارد. برای همون سازمان بین الخلقی تندرستی هم به همین را مصلحت داده است. خب همین چیزا هستند دیگر، هیچ چیزی از این زیادتر نیست. و یکی از مهمترین مصلحت ها همین است که گپ محمد غزالی، سخنهای محمد غزالی رو به یاد بیارید که گفته بود که جسم مرکب است که روح رو میبرد. دانسته باشد که آفت آدم رو نمیکشد، ترس غم همون آفت آدم رو میکشد. وقتی که شبانه روزی در رسانه‌های خبری یا که در طریق اینترنت فقط درباره کرونا ویروس میشنوید و میگویید، دانسته باشد که این آدم رو زیق میکند. زیق که کرد این یک یعنی وای میکند، مسئولیت رو ضعیف میکند. مسئولیت که ضعیف شد این برای کرونا ویروس یا کووید 19 راحت از اون همون کووید 19 نفران رو میگوید که مسئولیت یعنی ایمونیتت ضعیف دارن. و در آخر میخواهم در روی شما سه دروغ اساسی، سه آوازهای اساسی که تماما دروغی روی راست هستند و تماما هیچ علاقمندی برای پیشگیری از کرونا ویروس یا که به کرونا ویروس ندارند، به منو رو برای شما معرفی کنم. دروغ اولش این است که گویا که همین کرانتین یا چیلینشینی گفتیم گویا که بیهوده باشد. نه، همون ببینید که همون دولت هایی که سری وقت کرانتین کردند، از جمله تاجیکستان، مرزها رو بس و هر کسی که اومد اونها رو گرفتند و کرانتین کردند، در همونجا حالا کرونا ویروس نیست. هر خیل آوازها هست ولی کرونا ویروس نیست. چرا؟ برای که در مرز اول، در یعنی خط اول، همون ساختارهای سرحدی و قدرتی و امنیتی و اینا هم دکترها در صف دو. دکتر وقتی که در صف پیش گذشت، اون وقت الکی کار از کار گذشته است و الکی سرایت شدند. برای همین کرانتین برای نگهداری جان و سلامتی خیلی ضرور است. بعد این دروغ یکم بود که گویا کرانتین کاری بیهوده است. نه، کاری بیهوده نیست، کاری حتمی است. دروغ دوم این است که گویا نقاب طبی فایده ندارد. در بالا گفتم درست است، اگر شما نقاب طبی را در کوچه میپوشید اون هیچ فایده ندارد، برای که بعد چند لحظه الکی که کارناشایم میشه. ولی اگر که درست استفاده برید، چون که در بالا گفتم خیلی مهم و ضرور است لو پرده های دهان و بینی رو از وارد شوی همین ویروس احتیاط، یعنی که ایمن میدارد. دروغ سه این آن است که در امین روسیه از اول میگفتند که ببینید که ما در روسیه ودکا بسیار مینوشند، برای همون نیست همین کرونا ویروس. این هم دروغ محض است. دیدیم که حاضر چه خیلی پهن میشود با آسانی، یعنی هیچ یک نوشاکی اسپریتی پیشگیری کردن نمیتواند. نماینده سازمان جهانی بهداشت تندرستی همون جناب تاریک یزارویچ گفته است که استعمال مشروبات اسپریتی برای پیشگیری از عفونت کووید 19 نه تنها بیهوده است، بلکه بدتر از آن استعمال زیادش بدن را زهرآلود میکند. او را همون سرنرکولوگ یا که سرمتخصص بهداشت وزارت بهداشت تندرستی روسیه یوگنی برنون دستگیری کرده بود. گفت، من حاضر میخونم همون حرف او را: سپیرت زود بخور میشود، پس از استفادهش برای بی‌ضررگردانی بیهوده است. یعنی بیهوده است اگر رو برای بی‌ضررگردانی دست شویید یا که یکون چیز رو با سپیرت تازه کنید، یک کار بیهوده است. اگرچه ضد کرونا ویروس نوشاکی های اسپریتی استعمال میکنید، دانسته باشید که چنان مقدار باید استفاده کنید که خود همون مقدار نوشاکی اسپریتی مرگاور است. از اینجاست که برای پیشگیری یا معالجه یگان عفونت، یگان اینفکسیون از جمله کووید 19 یا کرونا ویروس، استعمال نوشاکی اسپریتی
قطعا من است، یعنی مصلحت نمیدین. خیلی خدا نگهدار باشد، سلامت باشد، مرحمت. کوشش میکنم که از سوالاتم رو خونم و جواب دیم. و علیکم السلام هر کس که به ما سلام کرده است. تشکر که نستید که صدا هست درست شد دوام دادیم. ولی تقسیم ویروس تا چند ساعت در فضا زنده ماندنش ممکن است؟ خوب، این یک سوال بسیار خوب که این ویروس تا چند ساعت در فضا زنده ماندنش ممکن است. همون گفتیم که همه ویروس ها از جمله کووید 19 هم شکر خدا که اون توان ندارند که در هوا چندین ساعت یا که چندین مهلت دراز باشند. از چی وابسته است؟ از نرمی هوا، انیقترش از نمناکی هوا وابسته است. اگر هوا نمناک باشد اونها کمتر زیادتر 3 4 ساعت 5 ساعت میتونند که در هوا باشند، ولی اگر هوا خشک باشد یا که از حد سرمای زیاد باشد اونها به زودی نابود میشن، حتی چند دقیقه هم نمیتوانند که ارزی وجود داشته باشند. و سوال دیگر، شخصان گرفتاران کرونا ویروس بعد از توبه یافتن در بدن آنها این بیماری میماند به مانند کسل سیل یا کسل کرونا ویروس؟ ببینید، حاضر از سبب آن که این کووید 19 یک ویروس نوپیداست، معلومات های دقیق طبی نیست. ما قریب حداقل در یک هفته 2 بار امتحان میسپاریم مورد کرونا ویروس. برای چی؟ برای که هر روز یک معلومات نو میآید. اول گفتند که هست، بعد گفتند که نیست. حاضر باز معلومات های هستند، حتی الکی چند مواد های علمی چاپ شدند که یعنی همون مسئولیت ایمونیتت بر مقابل کرونا ویروس در بدن انسان پیدا می شود. حتی معلومات های و آخر آمد از آلمان که در اونجا در یک شهرچه نفرانی بوده است که اون رو به آسان گذارند و در بدنشون الکی همون انتی تیلاها، یعنی همون مسئولیت ضد کرونا ویروس پیدا شد و آنها دیگر گرفتار نمیشند. ولی هرچی هم باشد دقیق نیست، اما همون خرسندی آور آن است که وقتای آخر میگویند که ایمونیتت پیدا می شود و شکر خدا اگر پیدا شود دیگر آدمان گرفتار نشند. و همین است که آدمان حاضر کوشش میکنند که عالمان کوشش دارند که واکسینه، یعنی همون برای امکانی دارو تیار کنند اون را میکنند. درباره وضع مهاجران مهنتی کمی شرح میدادید. وضع مهاجران مهنتی، برادران و خواهران گرامی که شما در غربت در مهاجرت مهنتی هستید، دانسته باشد من در همین صفحه هم در فیسبوک یک حدیث پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو آورده بودم که همون فرمودند که وقتی که همین عفونت ها میشوند یا که تا اون گفتند یا که وبا، اگر که خدا ببخشد که همون پورا نمیدونم از گفتن نمیتونم، ولی همین مقصد همین که اگر شما در کشور باشید که الکی گرفتاری همون عفونت است، بهترش اونجا رو ترک نکنید و اگر که در یا که به اون کشوری که در اونجا عفونت است اونجا وارد نشید. از همین نقطه نظر به مهاجران مهنتی مصلحت همین است کوشش کنید که از خانه ها بیرون نبرید. غیر اون که اگر از خانه بیرون میشید شما قانونهای دولت رو ویران میکنید، از جمله قانونهای روسیه رو شما فرموده های حضرت پیغمبر رو هم رعایت نمیکنید. برای همون در این حالت کوشش کنید که از خانه ها بیرون نبرید. البته برای خوردن و این چیزا البته یک مشکلات هست. حاضر نه تنها مهاجران مهنتی، خودی همین شهروندان روسیه، خود استقامت کنندگان مسکو، همسایه های بنده هستند که اونها بیچاره جای کار هم نداشتند، همون نفقه شون برای روزگذرانی نمیرسد، خیلی اذیت میکشند، حتی کوچه بر اومدن نمیتونند، خیلی مشکلات زیاد است. برای همون راه های حل این رو یافتن در کار و کوشش و همون مهاجران مهنتی هم در نسبت پیشگیری کرونا ویروس همون مصلحت های عمومی است. مسافر را کوشش کنید بعد یک دیگر رعایت کنید، در خیلی خوب همون طهارت کنید، دست و روی ها رو
به تازگی شاید هر باری که بیرون برآمدید، مثلا اگر یکون ضروریات باشد و به مغازه رفتید از اونجا برگشتید، حتما در بیرون دست رو شوید، بینی و دهان رو آبگردان کنید، بعد وارد شوید. یا که از همون موادهای ضد عفونتی حتما استفاده برید و باور کنید که تلاش های به تاجیکستان رفتن این کارها رو یک سو بذارید. در فکری حاضر میفهمم که بسیار مشکل است، شاید بعضی ها حتی همون مبلغ نان خوردن هم ندارن، ولی باید که دست همدیگر رو گرفته کمک کرده. حاضر وقتی نیست که خوب چی بگم نسبت یکدیگر عیب جویی کنیم و کمبودی جویی کنیم. باید که اگر که مشکلات شد، امروز سفارت و کنسولگریات شماره هاشون گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی، طریق رسانه ها پهن کردن، از اونها استفاده برید. مشکل مرحمت زنگ زنید، اونجا مصلحت میدین. اگر که از یگان هر سلفه پیدا شد، تب پیدا شد، درد پیدا شد، گلو درد شدید، سر درد شدید، حتما به همون شماره 13 یا 112 زنگ زنید. بله در اون طرف اگر یک بار جواب دادن، 2 بار زنگ زنید، 3 بار زنگ زنید و اونا قانون هست. اگر شاید که یک نفری به ادب باشد که درشت گپ زند، نفر دیگرش حتما به شما درست جواب میده. شخصان گرفتار کنید بعد از گفتیم تشکر به اون کسایی که رحمت کردند. در شهروندان تروریستان در حدود فعلی زندگی دارند به سقوط به دختران به مراجعت کرده میتوانند. اینجا یک سوال است که شهروندان تا جمهوری تاجیکستان که در حدود فدراسیون روسیه زندگی دارند به همون پلیس طبی یا که به سقوطای طبی میتوانند؟ البته میتوانند. اگر نشانه های تاس باشند و سردرد و گلودرد و سلفه و یا عطسه زیاد، همون چیزی که حاضر گفتم، به ایبو زنگ زنید به همون شماره های 112 یا که 103 حتما زنگ زنید. اونها موظف هستند که شما رو قبول کنند و بعد از این به این کرونا ویروس هم می توانید که به هر یک درمانگاه، پلیکلینیکا یا که مثلا کلینیکا مراجعت کنید. در از روی قانون‌های روسیه هم مرکزهای طبی دولتی موظف هستند که شهروندان خارجی رو حداقل یک بار رضا پیام میگن، به پول به پلیس قبول میکنند، کمک طبی میرسونند. تبوبت در شرایط خانه ممکن است؟ اینجا یک سوال است که تبوبت در شرایط خانه ممکن است. البته بهتر است که در بیمارخانه تبوبت کنند، ولی چون مثلا در روسیه، در مسکو، از سبب آن که گرفتاران خیلی زیاد شدند و در بیمارخانه ها جا نیست، همان هر کسی حتی گرفتارهای کرونا ویروس که وضعیتشون سبک است، وزنی نیست، اونها را در خانه تبوبت میکنند. دکتران تحت نظارت میگیرند. اگر بسیار سبک باشد طریق تلفن یا که ویدیو علاقه با اونها مصلحت میدهند و یا که حاضر در همه پلیکلینیک‌های مسکو قبول بیماران از روی نقشه پیشکی نامنویس شده منع شده است. فقط همون بیماران کرونا ویروس رو قبول میکنند. برای همون دکتران به خانه میرند. مثلا من هم امروز 6 خانه رفتم و بیماران در خانه هاشون دیدیم. یعنی که البته بهتر است که در بیمارخانه باشند، ولی چون شرایط واقعی نیست، برای همون در خانه هاشون تبوبت میکنن. اوید متات ویروس چی میگه دکتر؟ تشکر برای این سوال متات، ولی درباره متات ویروس گپ زدن به خیالم که اون قدر اینجا جای نیست، برای که ما درباره پیشگیریش بهتر گپ زنیم. این ویروس موتاسیون کرده یا این را در یگان لابراتوری یگان دولت برآوردن یا که یگان چیز دیگر شدین، اینش برای ما مهم نیست. اینش برای ما مهمش اون است که خدا نگه دارد من پیشگیری کنیم که هرچی کمتر آدمان از این ضرر ببینند. درباره این موتاسیون ویروس این یگان جمعیت علمی باشه در اونجا باید صحبت میکنیم. گفتن خون شخصانی که بیمار فایده دارد،
اینجا اینم الکی گفتند و حاضر در مسکو استفاده میشد. هر کسایی که همون در بالا همین سوالی که بود درباره ایمونیتیت یا که مسئولیت پیدا میشد، حاضر در چین هم استفاده کردند از این چیزو. در چند دولت دیگه دیدند که وقتی که یک کس بیمار میشد، پلازما از خون همونو گرفته پلازماش رو جدا میکنند و به بیماران میریزند. حاضر در مسکو هم این رو به راه ماندن و خدا که کمک کند. ولی باز هم میگم که این چیزهای طبی هستند که حالا خب این بیماری نو است و اونقدر کارهای علمی آموخته شده است، یعنی به قول پریزنتاتیو یا که ریپرزنتاتیو، یعنی که اگر که چندین هزار آدمان رو در بر گیرد و بعد خلاصه ها شوند ممکن است، ولی حاضر استفاده میکنند. اینجا نادر خان مجید پرسیدند، بله استفاده میکنند خونم. امروز اخبار رو خوندم، این دیگر نمیگذارد امروز.